ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار دوم. فصل ششم، سنگ غیلان. وقتی که مردم به واسطه سنگلانی چوپان از آمدن یسوع خبردار شده گریختند، مادر گلنار یک چند دقیقه به وی منتظر شده پس ماند. چون گلنار نیامد، پنداشت که وی با راه دیگری خود را به تیغه کوه گرفته است. بنابراین زیاده منتظر نشده از دنبال گریزگان به بالای کوه برآمد. پدر گلنار هم از واقعه خبر یافته با راه دیگری خود را به گریزندگان رسانید. وقتی که زن و شوهر با یکدیگر روبرو شدند، اولین سخن شوهر به زن: گلنار کجاست؟ باید اینجا باشد. کجاست؟ نشان ده. ندانم. چرا نمیدانی؟ بعد از جستجو و کاوتوکاوی شوهرش زنک دانست که گلنار پایان مانده است. لیکن از ترس کاهش شوهرش لب نمی گشاد و ادعا می کرد که باید در قطار گریزندگان باشد. پدر گلنار میان گریزندگان را یگان یگان دیده دخترش را نیافت و بعد از گیر شدن آن یقین حاصل کرده: با بچه یکم، از بچه یکم زنده و زار جدا شدم، گویان غلغله در کوهسار انداخت. یک پیرمردی تخمینا 80 ساله به گریه زنانه پدر گلنار خنده تمسخرآمیزی کرده گفت: رستم، نامت رستم باشد هم از زنت هم بزرگتر بوده ای. چی شده است؟ آسمان آمده به زمین نچسبیده است یا زمین فرو نرفته است و دخترت هم هنوز دستگیر نشده است؟ اگر دستگیر شود هم تو خاطر جمع باش که او را برده نمیتوانند. مگر تو امروز به این در آمده ای؟ مگر ما تنها امروز به یسوع روبرو شده ایم؟ اینجا را دره نهان میگویند. این همان دره است که به اینجا رحیم خان منقد با 40,000 سوار خود با راه جنگ ظفر یافته نتوانست. این همان دره است که از توپهای قلعه‌کوب دانیال اتالیق نترسیده شورشیان را که در قلعه دیهنو به محاصره مانده بودند 2 ماه آزاد مدد و آسوقه رسانیده ایستاد. این همان دره است که محمد امین حصاری را در حالی که از شیرآباد تا دیهنو و بالاحصار همه جای مملکت را لشکر منقد فرا گرفته بود، یک و تنها در سر جوی حمایت کرد. این همان دره است که با فروخته شدن کلانان خود 400 نفر سوار او را تیپگی و خوجندی محمد امین را تلف کرده خود او را سرگریز کرد. اکنون چی شد که یک نفر یسوع یک دختر را گرفته از اینجا جان به سلامت میبرد؟ نه، این ناشدنی است. تو خودداری کرده از راه های نهانی پایان طرف را. اگر دیدی که یسوع دختر را دستگیر کرده بردنی است، با غیلاندن سنگ به ما خبر ده. ما جوانان را میفرماییم که از بالا به برآمدگاهی دره رفته با سنگ‌های غیلان پیش راهش را بگیرند. اگر یسوع 100 جان داشته باشد، یکیش خلاص نمی شود. دیگران هم با سرجنبانی همین تا گفته سخن پیرمرد را تصدیق کردند. یکی از چوپان بچگان به پیرمرد نزدیک شده: یادگار هم در میان نیست. دور نیست که وی هم به پایان مانده باشد. گفت: آقسقال، وی دستگیر شود صدقه سر. از کجا و چیکاره بودن وی را ما نمیدانیم. بچه خشتک مردار می نماید. برای یک بی سر و بی پا ما به حکومتداران مقابل شده خود را در تشویش نمی اندازیم. این بود که رستم با راههای آب برده و با درون غارهای دودره خود را به پایان رسانید. اکنون باید به خوانندگان معلوم شده باشد کسی که در وقت دستگیر شدن یادگار به سخنهای آتشناک زهردار به یسوع جوابهای تلخ داد و کسی که در وقتی به یسوع دستگیر شدن گلنار مهیای سنگیلانی شد، پدر گلنار رستم بود. فصل هفتم، خوجین. یک حولی درون بیرونی هنگامدار. در حولی درون 4 خانه، یک آشخانه،
و تنورخانه. در میانه حولی درون و حولی بیرون یک انبار بسیار کلان. درون انبار دو قطاره همهای پر از جو و گندم، زغر و کنجید. در حولی بیرون یک میهمانخانه، دو ساباد، یک سیزخانه، بالای ساباد و سیزخانه کهخانه، بیدخانه. در میدان حولی یک کمیخهای قطار، به یکی از آنها یک اسب بیدو بسته. در تحت ساباد یک جفت برزگای نو از کار آمده با قنطر ایستادند و هنوز از گردنشان یوغ گرفته نشده است. در میانجای حولی یک سرحوض سایه‌دار، به طرف سایه روی حوض یک شه صوفه، به بالای شه صوفه یک جفت گلیم انداخته و به طرف پیشگهی گلیم دو قبط کربچه پهن کرده، سه بالشت ماندند که برای یازیده نشستن یا خوابیدن یک نفر خیلی ساز است. سرفه کرده کسی از دروازه کوچه در آمد. با شنیدن این آواز جفتران که نو از کار آمده بر روی صفچه پیشی سیزخانه خوابیده بود، سر خود را یک برداشته به آینده نگاه کرد و باز جامعه کاری خود را به سرش پیچانده به خواب رفت. او صابر، صابر گفته فریاد کرد. جفتران سراسیمه سر از خواب برداشته. لبی گفت. مگر به خانه من خواب برداشته آمدی؟ سری شب که جفت را میبستی مگر تعیین نکرده بودم که از جفرانی آمدن زمان به سری خیرمن رو؟ با دیگران همه دزدند، همین که چشم را خطا کردند گندم را به خانه خود میکشانند. گردن کنده، همین قدر تعیین و تکشنانی من کجا رفت؟ صابر چشمانش را مالیده از جایش خیسته. خوجین مگر نخوابیده کار کرده می شود؟ خوجین شوریده. مگر نان خوجین را مفت گمان کردی؟ در وقت خوراک گاو برین میخوری، کار فرمایم خری لنگ. خواب که در کار بوده است چرا یتیم ایستادی؟ زمستان وقتی بیکاری در خانه خود چنان خوابی که تا بهار برنخیزی. صابر که از ماندگی قوتی برخاستن نداشت، پاچه های خود را مالیده به زور راست شد و به طرفی راهروی حولی درون نگاه کرده رفتنی شد. خوجین باز شوریده. مگر به تو یک چیز شده است؟ من تو را به سر خیرمن رو میگویم، تو به طرفی حولی درون میروی؟ از خانه خوجین نان گیرم، امروز هنوز نمک نچشیدم. در سر خیرمن رو، از نان با دیگران میخوری. تو گمان نکن که با دیگران نان خودشان را میخورند. نه، البته اونها از گندمی من میدوزدند و از همان نان پخته میخورند. تو هم از همان نان یک لب خوری دنیا ویران نمیشود. صابر به زیر لب. نان با دیگرانی کم بغل را خور. خواب نکرده به من کار کن. چه غرغر میکنی سگ؟ زود به سر خیرمن رو میگویم. صابر میخواست برود. اول اسب را به سیزخانه کشته خوراک ده. صابر اسب را به سیزخانه در آورده بست. پس از آن به کهخانه رفته ارداس را گرفته به بیده بری سر کرد. خوجین صدای ارداس را شنیده. صابر! لبی! اینجا فرودا. صابر فرو آمد. بیده بریده نبوده است. به جای خواب بیده می بریدی نمیشد؟ ما نکنم، خودم به مالها خوراک میدهم. گاوان را از یوغ برار و زود به سر خیرمن رو. صابر پس از گرفتن یوغ از گردن گاوان خواست از دروازه برآید. صابر! صابر به پیش دروازه ایستاده. لبی گفت. اینجا بیا. صابر آمد. به سر خیرمن رفته چی کار میکنی؟ چشم شما شده نگاه کرده میستم که با دیگران گندم را ندزدند. همین هم کار است. به سر خیرمن رفته میخواهد با دیگران چخ کرده یازیده نشیند. نانی از این شام مفت خوردن میگیری. به صابر نگاه کرده. کلن را گیر. زمینی که در پهلوی خیرمن جای است باید رسیده باشد. راشهایش را لفشان زن که امشب به همون زمین جفت میبندی. احتیاط کن که خاکهای از لفشان برآمده جا توده شده نمانند. پهن کرده پاش که زمین ناهموار نشود. پیش از لفشان زدن آبروبکهایش را رفته برار وگرنه زمین افلاس شده میماند. صابر کلند و جارب را گرفته خواست که برود. جارب را برای چی گرفتی؟ آبروبک میروبم.
برای آبرو بغروبی هم جارب؟ از رقص صده یک بنچه شاخ زدگیر، این می شود جاربی آبرو بغروبی. صابر جارب را به جایش گذاشته میخواست برود. ای صابر، به من نگاه کن. پس از لبشان زده شدن زمین چی کار میکنی؟ خودی همین یک روزه کار است خوجین. اگر کار نکرده بخوابی در 2 روز هم تمام نمی شود. لیکن اگر نان خوجین را حلال کرده کار میکنم گویی تا پیشین تمام می شود. پس از لبشان زده شدن این زمین راشهای زمین خرمنجا را بلند کن که از مقرریش 2 برابر شود، چرا که خرمنجای سخت می شود. اگر راشش بلند نشود از آب سیر نمی شود. همین که خرمن را برداشتیم آب می دهی. فهمو؟ صابر رفت. خوجین مانند کسی که یک تناب زمین را جفترانی یا کلنگردانی کرده باشد آثار کوفتگی نشان داده اوف گویام به شهصوفه برآمد. جامعه روپوشیش را که از علاچه ژندگی کلابی بود کشیده به یک طرف برتافت. فوطه عنبربور را که به میانش بستگی بود گشاده بغلهای جامعه تهپوشیش را که چیتی گلکلان سیرپخته بود یله کرده خود را شمال داده رفته بر روی کورپچه نشست. سله کبود افغانی را که فشش را درازتر کرده بسته بود از سر گرفته بر روی گلیم به پیش بالین نهاد و بالشت ها را به زیر بغل کشیده به خیالات فرو رفت. فصل 8. حساب جو بخشش لک لک. از طرف دروازه صدای ایش آمد. خوجین نیمخیز شده نگاه کرد که 2 نفر دهقان 5 خر پربار را به حولی می درارند. دهقانان السلام علیکم گویان خرها را پیش انبار برده بارهایشان را فراوردند. یکی از دهقانان خرهای بارهایشان فراورده شده را به طرف سابادی که در آنجا گاوان بودند راند. نظر خرهاد را به وی ساباد بر وگرنه در یک دم آخری گاوان را رفته می دهند. از دولت شما خرهای ما یک کف کاف خورند چی می شود؟ خوجین خوب دقت می کنید ده گفت. شتر کلان یغیرش هم کلان می گویند. درد سری من موافقی خودم است. یک گپ ها می زنی که گویا از سر خیرمنت به من 2 جوال کاه آورده باشی. خوجین کاه باشد کاه دیه؟ 1 جوال 2 جوال کاه پیسن نیست. سلامتی شما در کار است گفته نظر خرها را به طرف سابات خالی راند. خوجین از جا برخاسته پیش انبار آمد. از کیسه کرتش یک کلید کلان 2 تابه را برآورده قلف را گشاد و در انبار را باز کرده درآمد. زغامه در آنجا بوده را به شاهینی ترازو که از بالای انبار آویختگی بود گذرانید. در سوراخی طرف سنگ شاهین به زیر تسمه یک چوبچه خلانید که طرف سنگ از طرف بار به قدر 1 نخود درازتر شد. پس از آن به دهقانان بارها را درآرید گفته آواز داد. دهقانان جوالهای پربار را یگان به انبار درآوردند. خوجین را به سر ترازو دیده یکی از دهقانان گفت خوجین برکشیدن در کار نیست. این از 4 من زیاد است که کم نمی آید. برکشیده پخته کنیم خوب است. حق به حقدار شده قرض به قیامت نماند وگرنه برابر باشد هم دلی کس قرار نمی گیرد. 2 من گندم داده 4 من گرفته ایستاده اید. اگر یک مقدار کم شود هم ضرر نمی کشید. خوجین حساب جو بخشش لک لک گفتند گذشتگان. اگر به شمایان انعام کردنی شوم و در وقتی خودش به پای خودش می شود. حاضر حساب را پخته کردن در کار است. تو خاک لحد را بخشش می کنی به زیر لب گفت نظر. حاضر به یادم آمد خوجین ما در حساب سهو کردیم. ما با ترازو برنکشیده با منک انداخته بودیم. هر یک منک را من 5 سیر حساب کردم و حالان که آن منک 10 چارکی بود به این حساب باید باری ما زیاد براید. برکشیدن گیرید که طالع ما تاخت. چیزی که باشد ترازو نشان می دهد. به زغامه ریزید. 1 ترازو برکشیدند. بهار وقتی که به ما گندم برکشیده داده بودید با 10 سیر همین زغامه تان هموار هم نمی شد.
حالا قریب است که به این زغامه دستیر نگنجد. گندم من سرمغز و قرج بود. گندم شما سوسی پوچ بوده است، بنابراین بسیار سنگ نمی بردارد. برکش تمام شد. از روی حساب آخری دهقانان باید گندمشان 5 من می آمد و حالان که از 4 من تخمیناً 1 بود زیادتی کرد. دهقانان گندم زیادتی را به خود نگاه داشته جوالهایشان را خوانداشتن گرفتند. خوجین: نظر، این گندم زیادتی به بازگشته گرفته بردن نمی ارزد. به خمه ریزمان. نظر قدری تند شده: مگر حساب جو نیست؟ من به 1 کف گندم شما زار نیستم. دولت خودم به خودم نصیب کند بس است. لیکن نفع شما در این است که این 1 غلبیر گندم را به انبار من ریزید. اگر برگشته برید خواه بسیار از خواه کم در 2-3 روز نیست و نابود کرده میفرستانید. آب در خشکی نمی ایستد گفتند. اگر در اینجا باشد در وقت معطلی و محتاجیتان در این انبار من همیشه برای شما باز است. دهقانان برای 1 غلبیر گندم رنجاندن خوجین را مناسب ندیدند. سال آینده در وقت تخم باز خوجین در کار می شود. دهقانان از انبار برآمده جوالها را افشانده ته کردند. نظر به خوجین: خطی ما را دهید ما رویم. خط در خانه درون به درون صندوق است، لیکن حاضر در خانه میهمانی زن است. در آمده گرفتن ممکن نیست. یافته برآورده میمانم. روزی بازار میگیری. امروزها عین دال و ضرب کار است. به ما فرصت کجاست که بازار آییم؟ حاضر یافته میدادید خوب میشد. 1 بار گفتم که در خانه میهمان هست، در آمده ممکن نیست. گبی بسیار بخر بار گفتند. اگر روزی بازار دست نرسد کدام وقت که فرصت یافتی آمده میگیری. نظر خود به خود به زیر لب: در حقیقت اگر گبی بسیار بخر بار می بود تو این قدر نمی شوریدی. خیر خوش، هرچی باشد یافته ماندن خط از خاطرتان فراموش نشود. ده خوجین. خاطر جمع باش، من خطی تو را ترک کرده نمی خورم. دهقانان رفتند. از حولی 1 بچه تخمیناً 8 ساله برآمد. خوجین از دست بچه گرفته به بالای شهصفه برآورده قدر دوستداری کرد. پس از آن: رو پسرم دلاور، با فاطمه پدگوی به من 1 چای دم کرده برآورد گفت. خود بالشت ها را به زیر بغل کشیده باز به اندیشه فرو رفت. 15 دقیقه، نیم ساعت فرصت از میان رفت. هنوز از چای درک نی. خوجین مانند کسی که ناخواست چیزی به یادش آمده باشد جسته از جایش خیست و به حولی در آن درآمد. 4 نفر زن که به سر 4 تقاره نشسته جامه شویی می کردند همگی از جاها برخاسته با عزتداری تمام دستها را پیش گرفته سلام دادند. خوجین جواب سلام نداد و دهشت کرده: فاطمه کجاست؟ گفت. فاطمه که 1 دختر 12 ساله بوده به سر تار چیزهای جامه شویی را پهن می کرد انا من گویان پیش آمد. خوجین بی پرسش 1 تارسکی زد که دخترک وای مردم گویان به زمین افتاد. موریست قیصر، تخم بهای خودت و پدر و مادرت را گرفته به در خانه من در سال قحطی که قریب بود از گرسنگی جان دهید. پدرت به 10 سیر گندم تو را به من فروخته بود. اگر من همون گندم را نمی دادم همه‌تان در همان سال از گرسنگی می مردید. اکنون شکمت چنان سیر شده است که گپ به گوشت نمی درآید. 1 ساعت شد که 1 چانک چای گفتم هنوز لااقل چای جوش را در پسی آتشتان نمانده ای. فاطمه گریان گریان از جای خسته: به من کسی چای نگفته است؟ بیشرم، میخواهی که مرا دروغگویی کنی؟ گفته خواست باز تارسکی دیگر زند. فاطمه گریخته خود را به کناره گرفت. پس از این خوجین: حالا جوان مرگ دلاور کجاست؟ گفته به جستجوی پسری 8 سالش افتاد. دلاور که در وقتی به حالی در آمدن پدرش با آبی از جام شویی ریخته شده جویچه بازی کرده ایستاده بود و شورشی پدرش را دیده تا پیشی در خانه مادرش گریخته رفته به نوبتی کاهش خود انتظاری داشت. همین که نام خود را با لقب جوان مرگ شنید 1 بار چیر زده خود را به درون خانه مادرش هوا داد. خوجین همین قدر را در نخارگیری از پسری صغیرش بسنده دانسته به زنانش نگاه کرده:
مگر من شما را برای برداخی کردن گرفتم؟ 3 ساعت شد به خانه آمدم. به من یک چایnik چای نه. یتیم به سر خرمن رفت است. به گاوان هنوز خوراک نخوردند. خودتان که هیچ کار نمی کنید، لااقل این سکلتو را به فاطمه اشارت کرده که گلی خانه ای مرا خورده گشته است، کار هم نمی فرمایید گفته به حولی بیرون رفت و به بالای صوفه برآمده این دفعه درست خوابید. فصل 9. مهمان عزتمند. ملازم شو، ملازم شو. خوجاین که خوابش سخت برده بود، با شنیدن این آواز سراسیمه‌وار بیدار شده چشمان خود را مالیده علی مردان بیکو السلام علیکم گویان از جا خسته و یکی از کرپچه ها را از تک خود گرفته به طرف راست جای خود پهن کرد. مهمان نوآمده را به نیو و نیستانش نگاه نکرده بروی کرپچه گذرانید و کرپچه دیگر را در روبروی مهمان انداخته خود به بالایش نشست. پیش از آن که با مهمان پرسپاس کند، دوباره از جا خسته بالش هایی در وقت گرفتن کرپچه ها بروی گلیم بی ترتیب افتاده را گرفته به پهلوی مهمان نهاد و باز به جای خود نشسته با مهمان با هم دست برداشتند و الله اکبر گویان دست ها را برو کشیدند. چشم مرا غفلت برده بود است. آمدن شما را نفهمیده ماندم. میبخشید ده گفته خوجاین عذرخواهی کرد. ضرر ندارد. خواب چاشتگاهی بی از پادشاهی گفتند عزیزان گذشته. خیر، خوب عافیت، خوب صحت سلامت هستید؟ شکر از دولت جناب عالی سلامتی است. از خودتان پرسیم. شکر اول از مهربانی خدا، دوم از دولت جناب عالی از خاک بیرون گشتیم ده. گویان صاحب خانه به شکم چانیکی که در لب صوفه ایستاده بود دست رسانده دید که خنک شده است. چانیک را گرفته شما به حضور یازیده نشینید، من حاضر می آیم گفته به حالی درون در آمد و زنانش را که هنوز از سر جامشویی نخیسته بودند کاهش کرده با آوازی پستی که به حالی بیرون نبراید گفت فاطمه گردن شکسته کو به نابود شدن چیزهای من کار ندارد، بلکه قصداً نابود و اسراف می کند. شما هم گویا که در این خانه بیگانه باشید چیزی نمی گویید. مرا که خواب را بوده است چرا چای دم کرده برده ماند؟ پس از آن که چای دم کرده است مرا بیدار نکرد که یک چانیک چای یخ بر این شده نابود کرده مانده است. خودی وی کجاست؟ یکی از زنان برای به مالها خوراک دادن برآمده بود. باید در عاقل یا کهخانه باشد گفت. مهمان آمد. دسترخوان برآورد و چای تازه دم کند گفته خوجاین بازگشته به حالی بیرون رفت. فاطمه کجایی؟ به خانه نگاه کن گفته خود به مهمان خانه در آمد و از کیسه کرته خود یک دسته کلید را که به یک ریسمان گذراندگی بودند برآورده با یکی از آنها قلف صندوق چوبینی را گشاد. از درون صندوق یک لعلیچه را که به درونش قدری مویز، نخود بریان، قندالات و پیچک بود گرفته باز صندوق را قلف زده پیش مهمان به سری شه صوفه رفت. مهمان که با وجودی بی سواد بودن صاحب خانه محض برای حرمت به وی لقب ملایی را داده ملا عظیم شاه می گفت به عزتش از جای خیستنی شده خود را جنبانید. صاحب خانه قدم خود را چالاکتر مانده با دست خود به آرام نشستن اشاره کرده به حضور گویان زود آمده به جای خود نشست و مهمان را که هنوز 2 زانو نشسته بود به 4 زانو نشستن تکلیف کرده خود هم 4 زانو نشست. فاطمه دسترخوان را آورده از پایان صوفه دراز کرد. خوجاین گرفته وی را به پیش مهمان گشاد. لعلیچه 4 شربت را هم بر روی دسترخوان نهاد. یکی از نانها را شکسته پارچه پارچه کرده بیشترینش را پیش مهمان و اندکش را پیش خود ماند. پس از آن مرحمت کنید به نان نگاه کنید گفته مهمان را به نانخوری تکلیف کرد و خود هم برابر مهمان لقمه نانی را به دهان انداخته لعلیچه را پیشتر مهمان تیله داد. یک دانه مویز را گرفته به دهان زده مهمان را هم گرید گفته به مویز و قندلات خوری تکلیف کرد. چند وقت است که کم نما شده رفتید، هیچ درکتان نیست. این پگاه به سلام میر رفته بودم، آنجا هم نبودید گفته خوجاین گپ سر کرد.
با سرگردانی های دنیا هیچ فرصت نمیدهد که یگان روز با دوستان نشسته یک دمی بیغم زنیم. این روز بینید که در کرمینه بر رکاب عالی، فردا در بخارا در پیش قشبیگی، پس فردا در حصار به دولت خانه صاحب دولتی خودمان. به همین طریق هر روز به هر جا عمر گذشته رفته ایستاده است. هر کجا کاری ضرورتر و کلانتر براید، میر کمینه را میفرمایند. یک روز به میر دیگران هم نام خدمتگاری دارند و نان و نمک شما را میخورند، به آنها هم کار فرمایید گفته گستاخی کردم. جناب میر گفتند علی مردان در دنیا دوتا نیست. هر بوز اگر خرمن میکفت حاجتی برزگاو نبود گفته از ادبارویی من خرسند بودنشان را معلوم کردند. من هم شوخی کرده هرچی از دولت شما برزگاو هم شدیم، یمو علفش را موافقی خودش دهید، برزگاو شدن هم بد نیست گفته گستاخی نمودم. جناب میر از این سخنم بسیار خرسند شده این جامعه ابر حصاری زیح کلان که آستینهایش را از بندش چاک کرده ذهن دوخته بودند اشاره کرده تهپوشی خودشان را این از نوک خمیر فطیر گفته به کمینه انعام کردند. فاطمه چانیک چای را آورده به لب صفه ماند. خوجین چای را دو بار گرداند و از کیسه بغل رومالچه‌اش را برآورده پیاله را که وقتی گرداندن چای تر شده چرکایش نرم گردیده بود پاک کرد. اوهو سرفه کرده آب دهانش را به پایان صفه پرتافته با همان دست رومال دهان و بینیش را هم پاک کرد. پس از آن به پیاله به قدر یک انگشت پانه چای ریخته خود نوشید. چای به لبش رسیده پیاله را به کنار جامهش که از روغن ریشی کلانش قریب همرنگی دستمال دیگشویی گردیده بود مالیده تازه کرد. پس از آن به پیاله از نیم کمتر چای ریخته با سرانگشت و انگشت میانه از لب و کعبش گرفته انگشت دویمی خود را حلقه کرده با ناخن آن به شکم پیاله تینگ تینگ زده به میهمان خود دراز کرد. میهمان که به بازی و پرواز گنجشکانی سری درخت چشمش را دوخته به اندیشه فرو رفته بود هوشیار شده پیاله چای را از دست خوجین گرفته به زمین ماند و باز چشمش را به شاخه های درخت دوخت. خوجین دست رومالچه خود را چارقد کرده بر روی چانیک پوشاند و میهمان را که هنوز از خیالات درست به خود نآمده بود مرحمت کنید نان خورید گفته دوباره هوشیار کرد و خودش هم پاره نان را شکسته به دهان انداخت. در حقیقت هم علی مردان بیگ در اندیشه فرو رفته بود. وی اندیشه میکرد که به چه اندازه کارچلان هنرمند بودن خود را چگونه و به چه راه پیش خوجین اثبات کند تا برای خدمتی که بعد از این به خوجین کردن است خدمتانه درست ستانده تواند. در اول صحبت گپ را به سر مدعا آورده مانده بود. اکنون یک گریزگاه یافته به اصل مدعا گذشتن در کار بود. این را هم در اثنای به بازی گنجشکان نگاه کردن در فکر خود قرار داده بود. همینطور ملازم شاه گفته سخنش را از جای ماندگیش گرفت و گفت سپاهیگری 30 پای دارد، هر گپ هم 360 پهلو دارد. عزیزان گذشته هر سخن وقتی و هر نکته مقامی دارد گفتن که بسیار درست است. اگر آدم گپ را به جایش خورانده تواند هر کس را مات می کند. به همین سبب میر هر کاری اشکالدار را به من می فرمایند و خواه خوش کنم خواه تر کار ندارند زیرا 1 درجه دلشان به من پر شده است. بنابراین در حق من به گپ دوست و دشمن نمی درآیند. شما از سلسله خوانش بدیعی گفتار دوم داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.